مفتشان هلندی نوار سرنگونشوی پرواز هواپیمای شرکت هوایی مالزیا MH17 را ترتیب دادند. آنها میگویند موشک استحصال روسیه هواپیمای ملکی را در حریم هوایی اوکراین هدف قرار داد. این آخرین عکس هواپیما است که از طرف یکی از 298 مسافران قبل از پرواز آخرین گرفته شده است. 17 ایولی سال 2014 هواپیمای بوئینگ 777 از هلند به مالزیا پرواز انجام میداد. مفتشان شهادت یافتند که همان روز موشک بوک در ماشین بارکش به منطقه زیر نظارت جدایی خواهان رو به مسکو اوکراین انتقال یافته بود. نوارهای نشر شده ثابت میکنند که ماشین با موشک در دونتسک بوده، بعد از آنجا به منطقه سنیژن انتقال یافته از همانجا آتش گشود. Перешла через полоску. А сейчас ты привез ее на трале, да? Да. با تأسف زیاد شرکت هوایی مالزیا خبر می‌دهد و بر پایه گزارش خدمات نظارت هوای اوکراین تصدیق می‌کند که ما نظارت هواپیما را گم کردیم. ساعت 2:15 نصف روزی تماس با هواپیما در خط سیر MH17 قطع شد. هواپیما در رباب 15 کیلومتری سنیژن سقوط کرد. خدمات امنیتی اوکراین نوار صحبتی را نشر نموده میگوید آنها جدایی خواهان میباشند. Да я еще пока не разобрался, потому что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. Вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, там полотенце такое, туалетная бумага. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اوکراین را مسئول فاجعه نامید. دولتی که در حریم آن فاجعه روی داد مسئول آن است. شبکه تحقیقاتی بلینگکت چندین دفعه این کار حکومت روسیه را به اساس نامید. مفتشان میگویند نظام ضد هوایی بوک شب فاجعه به جای دیگر انتقال داده شد. در نوار ویدیو از شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که جای یکی از موشک‌ها خالی است.